به نام پادشاه پادشاهان، گناه آموز مشت عذرخواهان، به نام آن که ملکش بی زوال است، به وصفش نطق صاحب عقل لال است. محمد بر همه عالم رسول است، رسول و سرور و صاحب قبول است. هنوز آدم میان آب و گل بود، که او جان جهان و جان و دل بود. بعدن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز، موضوعی که امروز به سهم شما می رسانیم در وصف شب معراج پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است. خداوند ذوالجلال در کلام پاکش در سوره اسراء بیان میکنند: استعیذ بالله سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنوریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. صدق الله العظیم. پروردگار ذوالجلال در این آیه بیان میکنند که پاک از آزاتی که برد بنده خود را، یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم را، شب از مسجد الحرام به سوی مسجد الاقصی. برادر عزیز، پروردگار ذوالجلال با برکت این کلامش، یعنی با برکت نهادن در اطراف آن، تا نشانه ای را از بعض معجزات الهی معین بسازد. همان خداوند شنوا و بینا است. بیننده عزیز، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با روایت امام بخاری و امام مسلم بیان می نمایند که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند: زمانی در حتیم خوابیده بودم، فرشته نزد من آمد و قلب من را پاره کردند و دل من را بیرون کردند و یک تشت را از طلا به نزد من آوردند و بعدا قلب من را با نور ایمان با آب زمزم شستند. بعدا در اطراف آن یک پیک را آوردند، یعنی یک براق را آوردند و من را در اون شنانیدند. رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان داشت، گفت: زمانی که براق نزد من آمد، خواستم که به بالای او بنشینم، او اجازت سوار شدن من را نداد. علیکم، سلامت باشید. گوش میکنم دادر عزیز. مرحبا، سلامت باشید دادر جان. در دوام صحبت انشاءالله سوال شما را مطرح میکنم.